قصه قصه قصه، نون و پنیر و پسته، بازم کتاب قصه کنار ما نشسته. سلام بچه ها، حال احوالتون چطوره؟ ما اومدیم با یه قصه تازه. یه سوالی ازتون دارم، به نظرتون میشه برای ماه کادو خرید؟ آخه میدونید چیه؟ ماه هر شب توی آسمون شبای تاریک ما رو نورانی میکنه و کمک میکنه وقتی میخوایم بخوابیم نترسیم. قصه امروز ما هم راجع به آقا خرس است. یه خرسی که دوست داره برای ماه کادو بخره. پس بریم که با هم قصه امروز رو بشنویم. روزگاری در یک جنگل زیبا و سرسبز یک خرسی زندگی میکرد. خرس همیشه دوست داشت به ماه هدیه بده، ولی نمیدونست تولد ماه کیه و حتی نمیدونستش که چه کادویی رو باید برای ماه بخره. از درخت بالا رفت و پرسید: ماه سلام، تولد تو کیه؟ هر چقدر منتظر وایساد هیچ صدایی از ماه نشنید. با خودش گفت: نکنه چون من از ماه خیلی دورم صدامو نمیشنوه. پس سوار قایقش شد، از دریاچه گذشت، از کوه بالا رفت و به قله کوه رسید. خرس گفت: سلام. صدای خرس توی کوه پیچید و شنید: سلام. فکر کرد که ماه داره جوابشو میده. خرس گفت: روز تولدت کیه؟ شنید: روز تولدت کیه؟ خرس گفت: تولد من فرداست. شنید: تولد من فرداست. خرس گفت: دوست داری کادو چی بگیری؟ شنید: دوست داری کادو چی بگیری؟ خرس گفت: دوست دارم یه کلاه کادو بگیرم. شنید: دوست دارم یه کلاه کادو بگیرم. پس اینجا بود که خرس فهمید تولد ماه فرداست و دوست داره که یه کلاه کادو بگیره. زودی از کوه اومد پایین و رفت خونه. توی خونه قلکش رو شکوند و پولاشو شمرد. با خودش تصمیم گرفت فردا صبح که اومد بره به شهر و برای ماه یه کلاه بخره. یه کلاه قشنگ. فردا صبح شد، رفت شهر و یه کلاه خرید. شب که شد، خرس کلاه رو گذاشت نوک درخت تا ماه اون رو ببینه. بعد صبر کرد، دید که ماه داره آروم آروم به کلاه نزدیک میشه و آخر کلاه رو روی سرش گذاشت. خرس داد زد: عالیه، درست اندازه سرت. نصف شب وقتی خرس خواب بود، باد کلاه رو از روی درخت انداخت. صبح که شد، خرس دید که یک کلاه دم در خونش افتاده. اون خوشحال شد و گفت: پس ما هم برای من کلاه خریده؟ خرس کلاه رو روی سرش گذاشت. درست اندازه سرش بود. اما یهو باد کلاه رو از روی سرش برداشت. خرس دوید دنبال کلاهش، اما کلاه رفت که رفت. وقتی دوباره شب شد، خرس سوار قایق شد و رفت اون طرف رودخونه. اون از جنگل گذشت و دوباره رفت نوک قله تا با ماه حرف بزنه. اما هر چقدر صبر کرد، ماه حرفی نزد. خرس فریاد زد: سلام. و ماه جواب داد: سلام. خرس گفت: باد کلاه قشنگی که برام فرستاده بودی رو با خودش برد. ماه گفت: باد کلاه قشنگی که برام فرستاده بودی رو با خودش برد. خرس گفت: باشه، من باز هم تو رو دوست دارم. ماه گفت: باشه، من باز هم تو رو دوست دارم. خرس گفت: تولدت مبارک. ماه گفت: تولدت مبارک. بله بچه ها، شاید ما نتونیم برای همه اطرافیانمون هدیه بخریم، ولی مهربونی کردن یکی از بهترین هدیه هایی هستش که ما میتونیم به همه آفریده های خداوند بدیم. ما با مهربونی کردن میتونیم دنیای خیلی قشنگتر بسازیم. تا کتاب بعدی، خداحافظ.